بچه ها به چنل علی فوتبالی خوش اومدید. امروز با ویدیو جدید خدمتتون هستیم درباره منچستر یونایتد که در بازی اخیرش اصلا خوب نبوده، خریدهای جالبی انجام نداده و خیلی هم مربی خوب تو بازار هستن برای تیم منچستر یونایتد، از جمله همین آلگری که توی یوونتوس اخراج شد میتونه گزینه جذابی برای تیم منچستر باشه. تیم منچستر یونایتد در اینو یادم رفت، لایک، سابسکرایب و زنگوله بغلش رو بزنید. اگر کامنت باز بود کامنت بذارید و نظرتون حتما برام بنویسید. یونایتد چه مشکلی داره و مربیشو تغییر بده، باید بازیکن بخرن توی نیم فصل و قرار ما امروز منچستر یونایتد توی نیم فصل بگیم که باید چه پستی بازیکن بخره، چه پستی هم بازیکن نخره. برو بریم. خب در درون دروازه 3 تا گزینه دارم که یکیشو شوته و 2 تا میمونه. یکی تام هیتونه که مشخصا گلر سوم نمیاد فیکس بازی کنه، مگر اینکه یه بازی 2 تا گلر مصدوم باشن. گلر دوم اتلای بایندیر ترکیه‌ای هستش که در یورو هم فیکس بازی نکرد و گلر اصلی هم آندرا اونانا. توی اینتر فصل خوبی داشت اما توی یونایتد فصل خوبی نداشت. بیندر و هیتونم گلر دوم و سوم دست بهشون نمیزنیم. اونانا بمونه و واقعا بمونه و میتونه اگر مربی دیگه غیر از تنهاخ بیاد واقعا میتونه این گلر رو تبدیل به نسخه منچستر یونایتدش بکنه. اونانا فیکس، بایاندیر باشه تو تیم و میتونم باشه. جانی و دفاعی وسط جانی ایوانز، هری مگوایر، لیندلوف، دلیخت، لیساندرو مارتینز و لنیورو و آقای هری آماس رو دارن. تیم یونایتد باید ایوانز رو شده اخراج کنه، مش فسخ کنه، یعنی اصلا درد یونایتد میخوره بره. ایوانز اصلا نباید توی تیم یونایتد جا داشته باشه. مگویرم که باعث موندن تنهاخ شد، هواداری منچستر یه بار با گلزنی خوبش هم عصبی کرد و اینم بره. من نه، خوب گلی زد جلو پورتو، انصافا اگه نبود میباخت منچستر و آبروریزی میشد. هر مگایر میمونه. لیندلوف، اگه ما لیندلوف داشته باشیم واقعا به نظرم خیلی کاری تو منچستر نکرده که بخواد دومیشو انجام بده، بره و به درد نمیخوره. یکی از نقطه قوت‌های منچستر به نظر من ماتیاس دلیخت میتونه باشه. این فصل 1 گل در مقابل تیم ساوثهمپتون به ثمر رسوند، تو 6 بازی 1 گل زده و عملکرد بدی هم نداشته. انصافا خوب خریدی بود، یعنی تنها فکر بهترین خرید تنهاخ به نظر من تو چند فصل اخیر که تو یونایتد بوده شده همین دلیخت باشه و واقعا مشغول میکنم. بازیکن خوبی هم بود، 1 گل جلوی ساوثهمپتون زد بازم بگم. و گلر ساوثهمپتون هم گلر نیست که شوت باشه، رمزیلیه که فصل 2023 لیورپول یه جور بازی میکرد انگار مثلا ایکر کاسیاس رو گذاشتن عرض آرسنال. و یک مدافع فوق‌العاده 100 بمونه و یک مورد خوب برای دفاع منچستر میتونه باشه و کنارش هم لیساندرو مارتینز که فوق‌العاده است. یعنی این بشر فوق‌العاده است، میتونه خوب بازی کنه و کرد. با اینکه مصدوم شد آخرای فصل اومد بازی کرد، چه بازی هم کرد جلوی کایل واکر. یه جوری بازی میکرد کایل واکر نمیتونه رد کنه، یعنی تنها کسی که رد نمیکرد زمینو همین لیساندرو بود. خیلی هم خوب بازی میکنه انصافا. به نظر من لیساندرو بمونه. یک خرید خوبی که انجام دادن نصیر مازرویه در دفاع راست، فوق‌العاده نمیشه گفت فوق‌العاده مهره دلیخته توی دفاع راست تو چپ، اما این مهره خوبه، به درد یونایتد میخوره. اگر مربی بیاد کار کنه دالوتو شاید به مازرویی ترجیح بده، اما
چون دوتاشون پست تخصصیشون دفاع راسته، تیم منچستر یونایتد میتونه مثلا مازرویی رو بذاره چپ یا برعکس دالوت رو بذاره چپ. اینم بعد لوکشا رو بفروشه. به لوکشا هم اشاره کنیم. لوکشا همیشه دائما مصدومه، انگار مثلا دمبله قرارداد بسته بشه دمبله بارسا تو یونایتد و بره. واقعا پول خوبی هم بازش بکنم بدن. یه دفعه واسه جا گذاشتم لنیو رو. تو لیل یه جور بازی کرد، رئال افتاد دنبالش اما کاری نتونست رئال واسش بکنه و رفت یونایتد. پول ترجیح داد و یک مسئولیت بد شد. میتونه موقع خوبی باشه به عنوان تعویضی که هر مگوئر بشه نیمکت و بازی کنه. به نظرم میومد رئال آینده بهتری داشت. لنیورو هم خوبه به نظرم بمونه در تیم. تریال مارسی هم معصومه بره اصلا بره گم شه. خیلی بده. بازی بدم میاد. این بازی به شب بدم میاد. هری آماس هم یک دفاع چپ آینده داره. 100% باید بمونه و میتونه قرض داده بشه. قرض بدن هاری آماسو و همین دیگه. این شد دفاع. بریم سراغ هافک. اولی هم فک کریستیان اریکسن. ببین درسته پیر شده ولی جلو پورتو که نه. چرا جلو پورتو 2 تا پاس گل داد، جلو چوانته یه دونه گل زد. تو اروپا خوب بازی میکنه گل زدن، اما هم تو ایفل کاپ هم 2 تا زد، یه پاس گل داد. بازیکنی اگه بخواد تاثیر بذاره، یعنی بازیکنی نیست که بگیم آشغال به درد نخور، بمونه. عشق منچستریا یعنی کاسمیرو بره، اصلا بره. لیورپول معلوم نبود داره با لیورپول بازی میکنه یا داره با منچستر یونایتد بازی میکنه. الان دارم نمرش رو نگاه میکنم، نمره 3 و 9 گرفته. خیلی نمره بدیه. حساب به این آفکی که یه زمان تو رئال یه جوری بازی میکرد انگار کسی جرئت نمیکرد بره بازی کنه جلو اینا. کازمیرو 3 و 9 خیلی عجیبه. کازم بره، واقعا کازمیرو تموم شده، بره عربستان. به درد تیم یونایتد نمیخوره این کازمیرو. برونو یک مورد فوق‌العاده که این فصل کارت قرمز، از کارت قرمز بیشتر از پاس گلش گرفته. 2 تا کارت قرمز گرفته این آقای برونو. بمونه 100% مورد خوب میتونه واسه یونایتد باشه. تو خط هافک میتونه رهبری کنه. مونتم که دامون مصوم بره. اوگارته من این بچه خیلی اعتماد دارم، نمیدونم چرا، ولی به نظر خیلی ها اونقدر خیلی جالبی نبود. من خیلی موافق نیستم و به نظر من یونایتد میتونه این بازی بکشه و خوب بازی کنه به جای کاسمیروی که خیلی خوب جلو لیورپول بازی کرد. کوبی ماینو فوق العاده بمونه، هیچ حرفی نمیخواد. وقتی 10 تا یوتیوبر میان راجعش نظر میدن میگن بهتره بازیکن منچستر این فصل و خود تنها خوینا هم قبول دارن، من دیگه حرفی نمیزنم. ماینو مره، یعنی واقعا خوب بازی میکنه. شاید این فصل یه ذره تک و توک خوب نباشه، اما چون یونایتد خوب نیست داره یه ذره بچه پس رفت میکنه. واقعا دلم واسش میسوزه. دنیل گور و توبی کولیار هم 2 تا استعداد میتونن باشن که به درد میتونن بخورن و هستن دیگه. واقعا قرضی میتونن برن از تیم قرضی. و به پایان کار میرسیم. میخوام بازیکنای بونجور شروع کنم. آقای آنتونی 90 میلیون بابت پول دارن تو زمین اینجوری کنی؟ به من 90 میلیون میدادن یه پاس گل میدادم، روم نمیشد یه پاس گل ندم. یعنی واقعا جلو برسلی یه گل زدی، تازه اون یه گلت هم پنالتی بود. برادر من تو دیگه بازیکن نیستی، بازی کن تو زمین، کاری نداره. وقتی رشفورد، وقتی مثلا مثال میزنم، وقتی مثلا کیو مثال بزنم واسهتون، احمد دیالویی که ریتینگش بذار فیفا حساب کنم از تو پایین تر دوتا، چجوری میاد یه پاس گل جلو ساوثهمپتون میده؟ چجوری فصل پیش اینقدر خوب بازی کرد و تو نمیتونی؟ آنتونی تو استعداد بودی، تو خراب شدی. نباید جلو آرسنال
چه سیسیه این؟ مثلا فوتبال تو قبل 10 تا گل زدی، الان تو سیسو که افتیر شدی سوژه خنده رسانه ها. ببین بازیکن با استعدادیه ولی باید قرضی بره، شده یا قرضی بره یا بفروشنش، چون اینو بخر نداره. شاید مثلا تیم عربستانی به ما باز پول بدن، حتی عربستانی هم شاید اماراتی ها، واقعا بده. و این از بونجل، یعنی شاید 2 بونجل داره یونایتد تو خط حمله‌اش به نظر من. مارکوس رشفورد ببین درسته بونجل این فصل داره، ببین مثلا اینجوریه آمار رشفورد اینجوریه، اوایل فیفا اینجوری بود و یهو رفت پایین و یهو رفت بالا و امسال رفت پایین. امسال سال خوبشه و ببینیم چیکار میکنه. بمونه تو تیم. جاشوا زیرسکی توی 6 بازی 1 گل زده، همه 1 گل زدن. آمارا رو نگاه میکنم من این پشت و جالب نبوده زیرسکی هم نسبت راسموس هویلندی که فصل پیش 11 تا زد. باید این از اول شروع کنیم به عنوان فن پرسی، میگم فن پرسی درست گفتم، فن پرسی اومد به آرسنال و میگم به آرسنال قاطی کردم به منچستر یونایتد و خودشو نشون بده. بمونه باید تا نیم فصل امکان بفروشنش هم بد نی، باید ببینن عمل کردش دیگه. حالا تو بولونیا خوب بازی کرد، اگر نمیشه تو یونایتد هم خوب بازی کنه. احمد دیالو گفتم از این بازیکن واقعا زمین داری چیکار میکنی داداش، فوق العاده ای. تو آنتونیو رشفورد و حتی به غلط برونو فرناندز بهتر بازی میکنی. 1 گل 1 پاس گلت به کنار، تو نمره 70 آقا بیا ببین، بیا من دارم میبینم اینا رو ناکن، یا نمره 70 بعد آنتونیو بیاد نشون. مثلا آنتونیو نمره نداره ناکن، بیا نمره چنده، نمره نزده، انقدر بد بوده این بشر. خجالت بکش آقای آنتونی، فقط همین رو میتونم بهت بگم. دیارو 100% بمونه. برسیم به 2 3 تا آخری ها. ایوان واسلی هم یه استعداد قرضی بره. گوارناشو ایشون فوق العاده است، ایشون هم این آمار دیالو بوده، فقط نمرش سر پایین تره میمونه. یک استعداده. هویلند هم مصوم الان، یعنی تازه خوب شده و 1 گل هم تونست جلوی منچستر یونایتد جلوی پورتو 1 گل رو تونست بزنه و بعد نبود اصلا میتونه پیشرفت کنه، همینجور بره بالا. زیرسکی که بهتر بازی کرد و این بمونه. مرسی تا آخر ویدیو تماشا کردید. تناخ هم که دیگه مشخصا بمونه، خود کامنت اگه باز بود بنویسید مشخص باید بمونه. ولی گزینه‌های مثلا به جای تناخ آلگری هم گزینه بدی نیست، ولی حالا ما باید یه ویدیو اختصاصی به جای اون درست کنیم. ما رو به یونایتد، این بنجلزادای تیم یونایتد بود. آقا امیدوارم لذت برده باشید. همینجور من دارم ویدیو رو میذارم، یعنی 3-4 تا میگیرم و 1 رو میذارم، دور فردا 1 رو میذارم و اینجوری دارم کار رو انجام میدم. امیدوارم چنل رشد کنه، دارم تلاش میکنم. مرسی از حمایتتون. لایک، سابسکرایب، زنگولم که یادت نره. فعلا اگه کامنت باز بود که دیگه کامنت تو دیگه خودت میدونی. خدافظ.